سلام بچه ها، اسم من دکتر داوینچیه و این یه قسمت دیگه از آنتولد یعنی ناگفته ها، یعنی چیزا و رازهایی رو که به شما نمیگن و شما هم خیلی بهش دقت نمی کنید. امروز میخوام یکی دیگه از اون رازها رو بهتون بگم. هممون فکر میکنیم که ایلومیناتی توی ایران معنی نداره و فقط توی کشورهای مثل آمریکا، انگلیس، روسیه و کشورهای قدرتمند فعالیت میکنه. اگه بهتون بگم نه اصلا اینطوری نیست، چی میگید؟ اگه بهتون بگم که ایلومیناتی توی ایران هم نفوذ کرده و حتی وارد صدا و سیما ایران هم شده، اون موقع چی میگید؟ اگه میخواید دلیل حرفامو بدونید تا آخر ویدیو همراه من باشید. فقط قبلش ویدیو رو لایک کنید و چنل من رو هم سابسکرایب کنید. با این کارتون به من دلگرمی میدید تا دنبال رازها و ناگفته های دیگه بگردم. هممون میدونیم که لوگوی ایلومیناتی All Seeing Eyes یا چشم جهان بینه که یک تک چشمه. میتونید این لوگو رو توی تمام لوگوهای شبکه‌های ایران ببینید. خب اینم از ویدیو امروز. اگر ویدیو رو دوست داشتین و شما هم مثل من ترسیدین، حتما ویدیو رو لایک کنید و چنل من رو هم سابسکرایب کنید. اون زنگوله بغلش هم بزنید که اگه ویدیوی دیگه گذاشتم شما براتون نوتیفیکیشن بیاد و بتونید بیاید و ویدیو رو ببینید. و نظر شما چیه؟ به نظرتون ایلومیناتی توی ایران نفوذ کرده یا این فقط یه اتفاق خیلی ساده است؟ حتما نظرتون رو بهم بگید. تا ویدیو بعدی، بپرستو.